سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. مرتضی هستم. اومدیم یه ولاگ رانندگی از بندر زیبای انزلی یا همون بندر پهلوی تا رشت براتون بگیرم. ولاگ قبلا گرفتم، روش توضیحات نبوده یا قدیمی بوده، مال پارسال بوده. یه ولاگ جدید براتون گفتیم ضبط کنیم. امروز هم شنبه 8 شهریور ماه، ساعت هم 10:40 است. اینم میدون امام انزلیه، مرکز شهر انزلی. اومدیم امروز ولاگ شنبه بازار رو گرفتیم براتون. الان هم داریم برمیگردیم رشت. حاجی بوشو، حاجی بوشو. خیابون خانه سالمندانه، همه حسنه نزنن بارو. شنبه بازار انزلی انصافا و خداییش یکی زیباترین بازارهای گیلانه، با اون ویوی دریا و بندر. واقعا هیچ بازاری اینجوری ویو نداره. ما کلی خرید کردیم، دوربین که جلوی نمیشه وصلش کرد. اصلا بازار میای نمیتونی خرید نکنی، هر چی رو میبینی دلت میخواد. علاوه بر چیزای روتین ها، فقط تنوع عطر و رنگای خوشگل هست. وسوسه میشه یو به خودش میاد میبینه دوتا پلاستیک دستشه. انشالله که شما هم این حس رو داشته باشید. ولاگش حتما نگاه کنین. ولاگ از بندر انزلی زیاد گذاشتیم، مخصوصا رانندگی و گردش تو جاهای دیدنیش. تو پلیلیست شهر انزلی کانال ما هستش. لینکش رو هم براتون تو قسمت توضیحات هم ویدیو میذارم، هم تو قسمت پلیلیست کانال میتونید پیداشون کنید. این یه تیکه همیشه ترافیکه. کلا انزلی بافت شهریش یه خورده متراکمه، طاقت این هم حجم ماشین رو نداره. هم خدا رو شکر عجله داره، نمیدونم کجا میخوام برم. پلاک 56 ب 76 سین مال انزلیه. این پلاکایی که مال تو تصویر می‌بینیم همشون غریبن، یعنی مسافرم. این میبینین سمت راست ما ورود ممنوع نوشته، این ساینه کجا وایساده. این ور ورودی شنبه بازاره. اینجا تقریبا یه حالت علمانندش. ولاگای قدم زدن تو انزلی ما رو ببینین، علمانندش همیشه هر روز بازار روز هست، بازار دائمی هست. ولی ادامهش که زیر این پله، این پل انزلی بهش میگن، ادامهش زیر پله این بازار هفتگی شنبه است. تا غروب هم ادامه داره. خیلی هم بازار قشنگه. یه خورده مسئله جا پارکه، باید صبح زود بیاین اگه جا پارک میخواین، اگه نه باید خارج شهر تقریبا پارک کنین با اسنپی و تاکسی. من یکی دو سری تام ولاگ بازار عیدش اومدم بگیره، اصلا جا پارک نبود. الان بهتون میگم کجا پارک کردن، هم دیگه مجبور شدم چون جا پارک نبود واقعا. این خیابونی هم که هم دست راست داره تالشی، بازار مایه فروشانش این سمتیه. انزلی واقعا شهر قشنگیه. من واقعا این شهر رو دوست دارم. خیلی جای دیدنیش واقعا میگم اصلا حد نداره. شما این پارک بولوارش، نمیدونم سنگر موج شکناش و این کاخ موزه منطقه آزاد انزلی،
آکواریومش، خود فروشگاهاش، اون تفریحات آبیش، تالاب انزلی، آب کنار، همین شنبه بازارش خودش یه دنیاییه، واقعا قشنگه. قیمتش هم به نظرم مناسب بود، نه ارزون، چیز ارزانی ما دیگه وجود نداره، خیلی مناسب. مثلا سیب زمینی پیاز 30 تومن 35 تومن، قیمت معقولیه دیگه. تو تعطیلات من با یه راننده تاکسی صحبت می‌کردم، میگفت تعطیلات، من خودم تعطیلات الان نیومدم، اصلا جرئت نمی‌کنم بیام. میگفت تو تعطیلات واقعا اینجا شلوغه، یعنی دیگه ما ماشین اصلا بیرون نمی‌ریم کار کنیم، خیلی افتضاحه. یه خورده از این پلاک انزلی هم با فاصله بگیریم، میاد. این هم پل غازیانه، پل قشنگ غازیان. تو قدیم چیزی که من اطلاع دارم، حالا باز دقیق اگه نیست دوستان انزلی چی برامون بنویسن. این میدون رو بهتون بگم، من اون دفعه اینجا پارک کردم، این دست راست تو اینجا پارک کردم، اسنپ گرفتم. اگه خواستین داخلین ولی ترافیکه، یه خورده جاده تنگ میشه، اگه دوست نداشتین، حوصله نداشتین، میتونین اینجا راهنما بزنین تقریبا از طرفای گمرک اینا شهر رو دور میزنه. یه خورده راه دور میشه ولی ترافیک و چیز نیست، جای گشاده. الان میریم اینورتر، یه خورده ما چون مجبوریم ولاگ بگیریم ناچاریم از این ور بریم، ولی این ور هم تنگه، هم یه خورده رعایت نکنن، شما میایین راه تو میبرن. اگه مثل من زیاد حوصله رانندگی ندارین، من حوصله واسه سرعت رفتن ندارم، منظورم نیست ولی اینکه مثلا یکی بیا راه تو ببره و نمیدونم بکنه زرنگی، من اینجا واقعا اعصابم خراب میشه. اگه دوست ندارین، حوصله ندارین، از اون سمت برید. الان این ماشین رو دست راست میرن، جلوتر گیر میکنن، میاد راه شما رو میبرن، اصلا نگاه نمیکنن شما داری میای راه بگیری و نمیدونم چی، همونجا واسهشون فرمون میچرخونن اینور، فرمون میچرخونن اونور، فقط میخوام برن. جاتون خالی. دیروز ما امروز خیلی گرمه، اون جونم عرقه اصلا تا این بازار رو ولاگ بگیریم. دیروز جاتون خالی، ما ماسوله بودیم، ولاگشو میذارم به زودی، هم جادهشو گرفتیم واقعا بالا مهالود تقریبا، مهالود، آره مهالود داشت میاد پایین که من بارون نم میزد، خنک، ولی خنک به قول فارسی ها یزدی ها میان، شیرازی ها خنک، خیلی خنک. دیشب هم داشتم ولاگ رانندگی از خلخال به تونل رو براتون درست میکردم، ولی تا آخر شب وقت نشد. دوست داشتین اونم نگاه کنین. اونجا سرد بود، 24 مرداد ماه، یخ. اینجا به قول مادر خانومه گرم و زباله است، خیلی گرم. الان میگیم که برای آینده ها ثبت بشه. الان دلار صبح من نگاه کردم 103 تومان بود، دلار هم 103,000 تومانه. بیا میبینید یک مال راهنماش عصای موسی. الان بریم همون حرکت روش اجرا کنی شاکی میشه. این میدونه اسمش یادم نیست، ولی تو ولاگ رانندگی این سم رفتم. میدون که نیست، چهارراه میدون ما نیست. حرکت اینجا رو واقعا با احتیاط رانندگی کنید، علاوه بر ماشینا که رعایت نمی‌کنن چیزام میاد، این آبرم زیاد میاد، یهو میپرم میاد. این جادهش خیلی تنگه، کاریش هم نمیشه کرد.
حالا باز تا اینجا رو خوب اومدیم، خدا رو شکر. حالا من اینجا یه خورده حواسم به رانندگیه، جلوتر بریم میخورده خاطرم براتون تعریف کنم. انزلی برای من خودش میگم، خودش یادآور رضا نظریه. تو تمام ولاگام یادشو میارم، واقعا طنزاش قشنگ بود. یه چیزی بود که شاید اون شب نشینی در گورستانش، یا مثلا من فیروز 15 سال 25 سال دارم، اینا رو بالای 1000 بار من دیدم، 1000 بار. یا مثلا تو اینستان هنوز بعضی تیکاش میاد. آخرین ولاگش هم ولاگ نیم، آخرین ویدیوش هم این چند وقت پیش تو آپارات سرچ کنین میاد، اسمش یادم نیست ولی ماجرای خانم میخواد زایمان کنه اینا. این واقعا این خنده باید تو یه خورده گیلانی البته متوجه بشه. حالا ما میگم ما رشتی که نیستیم، رشتی ها رو ولی دوست داریم، متوجه میشیم مثلا منظورش چیه. حالا یه بارم نگاه نکنیم، دو بارم نگاه نکنیم، تو 10مین بار که داریم نگاه میکنیم متوجه میشیم. باز تو 10مین بار یه نکته اون وسط هست که مطمئنا حواستون نبوده و خنده داره براتون، خدا رحمتش کنه. ایشون استاد چیز بودن دیگه، حامد آهنگی. بنده خدا سرطان خون گرفت، سرطان خون و تومور مغزی بود، من نمیدونم، خون بود. 1401 فوت شدن، خدا رحمتش کنه. انزلی کلا دو بخشه، انزلی خود شهر انزلی و منطقه آزاد، یعنی یه چیز جداییه. من مثلا خودم قدیم نمیدونستم، میگم من رشتی نیستم، از وقت رشت زندگی کردیم یا مثلا ولاگ میگیرم به این شهرها زیاد سفر میکنم، متوجه شدم که این دو بخشه، یعنی بخش انزلی چیزش جدا از ایناست. من جادهش هم با هم نگاه میکنیم، بهتون میگم کدوم سمت باید بری. یه ولاگ هم گرفتم از رشت به انزلی، اونم دوست داشتین نگاه کنید، برعکس این بره. یه بنده خدا یه کامنت میذاره اون برعکسش هم بگیر، میگم دندقه چیز کن، فیلمو بذار برعکسی از اون برو. اینم میدان امام هادیه. آفتاب مستقیم توی دوربینه، اگه یه جا داغ کرد مجبوریم بزنیم کنار تا خنکش کنیم. میدون مالا ببیشه جلوی ما چه خبر هست؟ بیا برو. آینه هم نداره نه. برو دیگه، داشت عجله میکردی بیا جلوی ما، برو دیگه.
داده برو کنار، جلوی اون راستی راه نمیره. جلو چه خبر هست؟ نگاه کن تا جایی که چشم من میبینه ماشینه. من یک رنگ بزنی اینا رد کنی. خیار چیز گرفتیم مال خلخاله، عطرش تو این ماشین پیچیده. چند وقت پیش یاد چیز افتادم، این اینستا بعضی پیجا هستن آهنگای نوستالژی رو میذارن. تنین 2000 مثلا ما اون موقع چیز داشتیم، اون پاناسونیک بود، از این ویدیوهای VHF میکنم میگن، فیلم ویدیو گنده بودن مستطیلی، از اونا گرفته بودیم. بعد همسایه ما ماهواره داشتن، ما ماهواره نداشتن، همین فیلم ها رو میگرفتیم. تنین 2000 مثلا آفتاب لب بومه مثلا فکر کنم بلکس بود. اینجا هم فعلا فکر کنم راهنما مد نشده. شما یه گاو از تو گاوداری، خب شما یه گاو رندوم مثلا به گاو خاصه میشن، یه گاو از رندوم بیاری پشت فرمون ماشین بشونی، دستش سمش مثلا گاوداری میخوره به سمش میخوره به این راهنما، یه روشن میشه. یه سری هم پشت فرمون میشینه دستشون اشتباهی هم راهنما نمیخوره، همینجوری فقط فرمون میچرخونه این بر فرمون چنان اون گاوه که صد دمت اون گاو بخوره و فرمون میگیره چپ، فرمون میگیرن راست. بعد چیز شده بود، فیلم ها رو میگرفتیم. همسایه ما ماهواره داشت، مثلا به اونا میسپردیم برای ما ضبطم کنن. بعد اوج با کلاسی این بود که مثلا صدا و سیما یه فیلمی داشت میداد، افعی رو فکر کنم میداد، نمیدونم خالی مانگا و جمشید هاشمپور یا پسر کاراته باز هم چیزی بود، شاگرد بروسلی بود، جکی جان. شاگرد چیز مثلا اینا رو ضبط میکردیم، میشستیم دوباره نگاه کنیم، یا مثلا یکی میاد چیز رو ضبط میکنه. بعد پنجشنبه جمعه ما میرفتیم ویدیو کلوب فیلم اجاره میکردیم. بعدش CD اومده بود، یه دونه از این ضبط‌های بزرگ برای ما 3 دیسکه بود. مثلا افتخار این بود که مثلا مال ما 3 دیسکه است، مال شما 1 دیسکه. چه چیزی دستت میخورد اون CD ها دیگه نمیخون، گرفتار شد. بعد مثلا میرفتیم ویدیو کلوب، چون مشتری چیز آشنا بودیم، مثلا فیلمی که تازه میومد و به ما میداد که مثلا واسه گیر نکنه و اعصابمون خراب شه. حتی چیز هم داشت، یه خشگیرایی بود شبیه مونلکس، یه ماده روش میذاشتن یه میچرخید، من CD ها رو میبردیم اون موقع. رانندگی کنیم نمیذارن. ما یه دیگر رو نبینین. فرمونی میگه فقط همین بر اون بر زده بود به ما. میبینیم
ماشین سمت راست من داره میاد، اینم میاد سمت چپ میشه. پنجشنبه ما فیلم هندی میگرفتیم، بیشتر خوراک ما فیلم هندی بود. کارین آرجون نمیدونم فیلم هندی یادم نمیاد، یکیشو داشتیم ضبط کرده بودیم، اینقدر دیگه نگاه کردیم حالمون با هم میخورد. اسم فیلمش یادم نمیاد، داستانش مال پسری بود، یه خانمه بود بچه دار نمیشد، بعد چند سال بچه دار شده بود، بعد تو قطار تصادف میکنه، بچهش گم میشه. چیزی دیگه نمیاد، داستان تعریف نکنم بهتر چون موضوعش عوض میشه. دانشگاه آزاد رو رد کردیم یا هست جلوتره، سامانه خراب کرد یادم. دانشگاه فنی حرفه‌ای من دانشگاه آزاد دیدیم، اینجا حسن روده، چیز نیرو دریایی اینجاست. دانشگاه آزاد میدونم به در رانندگی نمیخورم، مجبور تو ایران نه کیش رفتین یا نه، حالا که شما زیاد دارین نگاه میکنین مال خارجی، یعنی خارج زندگی میکنین، خودش رانندگی رو مقایسه کنین. دیگه ما چند تا کلیپ میبینیم بلاگای دوستان رو سر دارم میبرن. داستان گواهینامه گرفتن منم برای بچه ها تعریف کردم، خودم گواهینامه‌ام با پارتی بوده، حالا نمیگم منظور گواهینامه رو با پارتی میدن، بعد دیرم باطل میکنن، دوباره میخوای بگیری هم راحت میگه، ولی خود پولش الان گرونه، مثلا 8 تومن بکنم اونم پول بدی حل. هیچیش استاندارد نیست، من خودم میگم، حالا کسی دیگه هم نمیگم، من رعایت نمیکنم ماشینم یه ما بخوابونم، چون دفعه دوم حداقل واسه جون دیگران ارزش قائل میشه، مالشونو بده. داشتم میگفتم این ضبط بزرگا بود، سه دیسک مثلا کلاس بشه ضبط ما سه دیسک، آخر صداش میاد جا نمیاد. موقع آپارتمان ما نبود دیگه، صدا رو زیاد میکنه، نگاه کنید چه بیسی داره. بعد رفتیم فیلم هندیا بودش، آهنگای رقص هندیا روش آهنگ ایرانی میذاشتن تصویری همین بود و رقص هندی. یه همسایه داشتیم اون تو کارش همون یه پاساژی بود از این چیزا داشت، آهنگای غیر مجاز و فیلم های زمان شاه و اینا رو رایت میزن. الان تو حوزه است، هر موقع میام شهر سوار میبینمش یادم میافتم این آقا مثلا کار غیر مجاز بود. اینجا سرعت 95 تاستا میبینید تابلو داره، ما داریم 80 تا میره، باز کمتر. باز کامل ننویسین سریع میری خود عجله داریم، من عجله ای ندارم، 11 و 5 دقیقه. جاده به رشت چون ترانزیتی هم هست، تریلی و کامیون زیاد داره. الان گوش شده، یه خورده جلوتر میری تنگ میشه جاده. این
یارو تو بازار چیز داشت از این گلای مصنوعی که رو اوپن آویزون میکردن، یه دونه انگور هم روش بود پلاستیکی، تو همه خونه ها میرفت اوپن داد، یه دونه از این انگور پلاستیکی ها آویزون بود. ما خونه ما ییلاق ما هنوز هم داره، مامانم از اونجا برده رو ییلاق گذاشته قشنگ شد با کلاسی. فامیلای ما چیز هم داشتن، این موز و توش گچ بود پلاستیکی بودن، رو میوه مثلا رو اوپن میذاشتن میوه دار، سال تا سال موز نمید. این سمت این دست چپ البته با دور برگردون رو برگردیم و میریم منطقه آزاد. البته جلوتر هم جا هست، اینجا مثلا نهایتش اگه منطقه آزاد بخوای بیانزلی باید اون جاده اون سمت رو الان میای. یه تو ذهن هر ایرانی یه بار این چیز کرده نیسان بگیره بزنه به بقیه، اگه رعایت نمیکنه. اگه تو ذهن تا نیومده تو ایرانی نیست. مثلا بگم پشت به ما چراغ میزنه، اونجا برم من یا خدایی شما تو دوربین میبینید تا کجا اون سر اون پیچ کامیون هست، راه نیست. ببین چراغ میزنه برو کنار. رسوا کردی یا انزلی به رشت تقریبا 25 دقیقه راه، 20 دقیقه 25 دقیقه اگه ترافیک الان ترافیک هم نیست، پر حج بیاده، پر حج. امروز شنبه است، ملاکا غریبه زیاده ولی بازم دیگه به خاطر شنبه بازار اومدم. شنبه است، شنبه های خود جاده شلوغ است صبح به ورودی های رشت، طبیعیه. من مثلا ما منطقه آزاد بریم، اینجا دور برگردون منطقه آزاد اینجاست. ببینید گفتم گاوداری بیارید راهنما میزنه. اینم چیز ریل قطار، اینا بالا من نمیدونم کجا به کجاست، ولی هست. اون دست الان خیابون میبینیم ریل قطار بود، اون جاده اصلی منطقه آزاده. شما از رشت بیای از اون سمت باید برید، یعنی حتی به اون سرایم که بهتون نشون دادم نمیرسید. شیراز رفتین یا نه؟ اهل شیرازی؟ سلام به شیرازی عزیز میکنم. من خدمت یه مدتی شیراز بودم و واقعا شیراز رو دوست دارم. بعد رشت اگه بگن کجا رو دوست داری، اول میگم کیش، اونم به خاطر رانندگیش. مثلا کیش اول دوست دارم. یه ببخشید واقعا من رانندگی دیگران رو اعصاب من اصلا، من هیچ کاری نمیتونم تحمل کنم. اینجوری هم نمیتونم خودم تغییر بدم، اینجوری هم تو این زمینه کلی مدیتیشن و نمیدونم چی و هر کاری بگین کردم اعصابم خراب میشه. واسه اول کیش هم به خاطر رانندگی ها قشنگ هست، ولی باز
من سرسبزی رو بیشتر نه سرسبز، من تو گیلان سرسبزتره بیشتر بهم مزه میده. ولی شیراز جز 3-4 تاست اینجوری خیال کنه جنگ شهر رو راه نندازیم. واقعا شهر دوست داشتنی و مردمش هم خیلی باحالن، مردم مهربونی داره خدایش مهربونن. و این شیراز اینجوریه که مثلا با بوق راه میرن، شیرازی ان شاءالله تایید بکنن. مثلا تو سوار ماشین میشی یا جلوی عقبیه تون بوق میزنه که اونو ول کن بیا سوار ماشین باش. بعد دستش هم مثلا پراید باشه این وسط بوقه اینجور رنگباری میزنن. چقدر بوق میزنید سر آدم درد میگیره اونجا به خاطر. بعد جمعه جالبه، مثلا جمعه تو بری شهرداری داشت این صحبت میکنم صحبت 10 سال پیش ها، شاید 10 سال پیش هم شهرداری نمیدونم چجوری بود یادم نمیاد چون جمعه نمیادم اونم اونش نبود. 10 سال پیش اینجوری بود که شیراز روزای تعطیل یه دونه مغازه باز نیست تو شیراز، اغذیه‌ای نمیدونم رستورانی فست فودی تعطیل، کلا تعطیل، همه اطراف شهر اشغال. آب انبار بود همچین چیزی اونجا، یه منطقه ییلاقی دارن میرن داره گیاهی میخورن، عرقیجات گیاهی. این مامان ما چیز داره مجوز کاشت داروهای گیاه و عرقیجات داره. بعد داداشم عزتش میکن میگفت این عرق انگور بگیر، عرق انگور خیلی چیز داره مشتری داره، خیلی مشتری داره. مامان ما نمیدونه عرق انگور چیه، یکی رفته بود یه اداره بعد با یکی صحبت میکنم میگه عرق انگور اگه من چیز کنم میگم مشتری مشتری زیاد داره این میتونم با مجوزم انجام بدم. و مثلا یارو گفت چیه خانم مشروعه هیچی اومد خونه با داداشم دعوا چرا به من نگفتی؟ گفتم من شما شوخی میکردم، من چه میدونستم رفته اونجا تو جلسه گفته. این بر میره خمام، ما که میریم دشت. خمام هم چهارشنبه بازار داره قشنگه بازارش، هم دو قسمت مرغ جوجهش تقریبا 2 بخشه بازار خمام. یه دونه از اینام داره که جای دیدنیش یه پالاچه درخت یه آقای مولاییه مولاد اونم اون چه هست میبرن آدم داره گاه بیام. پالاچه درختی ولاگش هم تو پلیلیست خمام هست، دوست داشته نگاه کنید. این جای باری یه خورده دوره، فکر نکنم اینجوری هم با همین یه خورده دوره. خمام به این یختر بهش معروفه، شما برین اونجا این فروشگاهش هم زیاده، این شبیه خمر چوبی هم جوری چیدن بستنی و باقالخ چیز و اسکمو. آلاسکای قدیم، آلاسکا گفتین، ما بچه بودیم همسایه مامان بزرگم اینا یخچال داشت، مامان بزرگم یادم نمیاد یخچال داشت یا نداشت، ولی اونا از این فلزیا داشتن چیز در فلزیا کوچیک آلاسکا تو میذارن دیگه، روی است الان میگم یخ هست تو میذارن. بعد این نوشابه زرد و خودش نوشابه زرد قدیم خوشمزه تر بود، یه مزه بالاتری داشت، الان آشغال بود. بعد اونو میریختن تو چیز، یه چوبم درخت میکن مثلا میذاشت توش، یا مثلا ما آلاسکا رو با چیز هم درست میکردیم، ماست و شکر مثلا یکم ترش و شیرین میشد. این هم میدون خمامه، از اون بر میره به لشک نشا و خشک بیجار، این هم اسبی که عجله داشت ما اینجا آروم هم رفتیم رسیدیم.
برم میره سمت رشت. این سمت خشک بیجار یه کیلومتر کنم، 1.5 کیلومتر میری اون یختراشی سنتی فرزاد، یعنی تو تابستون البته. توی ولاگ رانندگی خشک بیجار رشت نشاب رشت من براتون گذاشتم، دوست داشتین نگاه کنید. تقریبا اون جلو از اینجا تا اینجا جادهش مشترک میشه. یخو با آقا داز داره، داز دیگه، ما میگیم داز، شما داز دیگه، فارسی هم داز. یخ میتراشه. این تو ولاگ چیز ما هم گذاشتیم، ولی اون با یه چاقوی با کلاس. ولاگ بازار انزلی ما بود، جاتون خالی، نگاه کردین داخلش هست. داشتم چی صحبت میکردم یادم رفت. فکر کنم یادم نمیاد. یه راهنمایی بکنید. آلاسکا، راجع به آلاسکا سوال میکردم. حتی ما بزرگ میگه حالا اون پول میگرفتیم میرفتیم پشت خونه‌ش رو میشستیم میخوردیم. بعد دخترش مثلا درست میگه برای ما، دخترش مثلا پول تو جیبی و درآمدش مثلا از این آلاسکا. یا مثلا موقع بستنی فقط تابستونا بود، مثلا الان مثلا همه فصل نیست. یا مثلا میوه هم همینجوری بود. الان شما تو همه فصل‌ها موز رو می‌بینید، تو فرنگی هست، نمیدونم سیب هست، پرتقال هم تو پرتقال الان هم بود. تو همه فصل‌ها همه میوه تقریبا هست. نواشه خشکش دیگه هست. جاده چرا ما شروع؟ اون موقع مثلا ما تابستون می‌رفتیم، چیز زمستون بستنی زمستونی، می‌بینید خام هم نبود، یه مایه مثل شیرین عسل می‌خوریم وسطش یه حالت کشسان داره، سفید رنگه، کاکائو دورش بود. کاکائو دورش بود، هم وسطش مغزی اون. این هم بدمزه بود. بستنی زمستونی. الان هم بعد سوپرمارکت‌ها داره. ولی واقعا سگ نمی‌خوره. خوشمزه نیست خودش. بستنی تا زمستونی میشه. حتی اون بستنی پاک بود، بستنی پاک بستنی میزد، الان هم میزنه. مزه باحالی داشت. بستنی‌هاش هم خوشمزه بود. این مثلا خامه قاطیش بود. یا مثلا قیفیاش، الان نمیدونم قیفی دیدین، قیفی‌ها توی پلاستیک جداییه. خب قیفی‌های سوپرمارکت میگیری معمولا مال میان. ولی اون موقع مثلا این کارتون بود، این چیزا توش بود، کارتون سفید رنگ بود من یادمه. بعد چیزش از این الان قیف‌ها کشیده است، تهش مخروطی شکل نوکش تیزه، اونجوری نبود، مثل این شکل بستنی قدیم، شبیه چیزی مشعل المپیک هست. شبیه اون مثلا. مزه باحال. و شاه خاله ما سوپرمارکت داشتن. برادراش مثلا همسن ما بودن، همبازی بودن با ما. ما میرفتیم اونجا، این دور میزدیم، مثلا خواهرش میگفت، مثلا باباش میگفت بستنی نمیخورید؟ ما میخوریم. یه دور بستنی از اونها در روز یه کارتون رو ما میخوردیم. یادش بخیر. بعد بستنی الان بچه میبری، بچه بستنی میگیری مثلا ذوق میکنه، کیف میکنه، ذوقش از یه حد نهایتیه. الان مثلا ما میگیم روزی 10 تا 20 تا بستنی بخوری، برای ما مثل اون بچه نیست، ذوق بچه نیست. یه هر چیزی میخوای به ما بدی خدا
تو همون وقتش بده. مثلا اون موقع مگه حالا بستنی زیاد خوردن چیزا دیابت کودکان میاد. مثلا اون موقع بستنی که به ما میگیره ما بندش بودیم، مثلا کیف میکردیم. دنیای ما بود اون بستنی. الان دیگه دنیای ما معلوم نیست چیه. حتی نصف دنیا رو هم شاید به ما بدن مثل اون بستنی ذوق نمی‌کنیم. خدا کنه که همه چی به وقتش به ما داده بشه. اون بازار بزرگ ماهی فروشان رو الان سمت چپ می‌بینید. بلاگشو براتون گذاشتم. بزرگترین بازار ماهی فروشی شمال ایرانه. تو پلیلیست شهر رشت خمام، نمیدونم تو خمام باشه یا نه، سرچ کنیم میاد. تو کانال ببین داغ کرد دیگه، دادیم کنار خنکش کنیم، ماچش کنیم، را بیفتیم. داشتم میگفتم ما کانال تلگراممون لینک های ولاگایی که میذاریم و توش میذاریم. داریم دوباره اگه براتون نوتیفیکیشن نمیاد یا مثلا همیشه یوتیوب رو چک نمی کنی، میتونی عضو کانال تلگرام رو به همون آدرس کانال ما نورس 2098. نورس 2098 نورس یعنی شمال، 2098 هم کد ایرانه. خیلی ها سوال میکنیم معنیش یعنی چی. اونجا میتونین هم قسمت آیدی ما هم هست، اونجا میتونین با ما ارتباط داشته باشین اگه دوست داشتین، سوالی چیزی بود. هم میتونین عضو کانال باشین. ولاگی که جدید میذاریم لینکش اونجا درجا میذاریم، میتونین سرچ هم کنین، ولاگا رو راحت تر پیدا کنین. مثلا شهری که دوست دارین اسمشو بزنین، اونجا ولاگاش براتون نشون میده. تو بذارم گرم، خیلی گرمه بیرون. 35 درجه نشون میده. این ماشین ایران خودرو همیشه 35 رو نشون میده. سر این هم رفته بودیم 35 نشون میده. فکر کنم دمای موتور رو نشون میده. عادتا باید اینجوری باشه. فکر نکنم این 35 باشه. گرم است ولی 35 هم دیگه نیست. روانشناسی بلد باشین، میفهمین کویک سوار منتظر بپره بیاد جلو، اما جلوتر گیر میکنه یهو میاد جلو. نگاه کن شما، کارش همجوریه. درست میگه از آدمایی چی با فاصله بگیری. اینجا تقریبا میشه ورودی رشت، یعنی به فرودگاه میرسیم. اینجا تعویض پلاک شماره گذاری. تشبیج بیج. ما شرق گیلانی به آتش میگیم تش. حتی املایش نمیدونم با تی دسته داره یا تی دو نقطه، که تش گرفتم یعنی سوختم، یا مثلا تش دچین یعنی آتیش روشن کن. تشگیره یه جور نفرینه، مثلا میگه تشگیره، این ماشین تشگیره یعنی ماشینش انشالله بسوزه. این نفرینه، کاربردهای تش هم براتون. دیدین یارو راه دور میاد، نمیدونم کار خوبیه یا نه، تلاش کنه مثلا گیلکی صحبت میکنه، سلام برار، خوبی برار، یه تایپ برار. همه جمله برار نمیذارن، مثلا شیرازی ها به جسمای بیجون مثلا تاش او میذارن، مثلا اسپلیتو، یا مثلا یه سری حروف هست که او نمیخوره. ما خواستیم عرضتشون کنیم. اکثر من نمیدونم داستانش چی بود، توضیح بدم. اینم فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل. دیگه بیمارستان آریا میرسه به ایستگاه انزلی یا همون میدون فرزانه.
تموم شد دیگه، رسیدیم خونه. یه دیگه از هم بیشتر وقت میگیره ترافیکه، یه دور برگردون هیچ داستان هیچ دار نفهمیدم. سلام برار، خوبی برار؟ تی جانره من بمیرم. یه همسایه داریم حاج خانم رشتیه، میاد اینجا داستان تعریف میکنه، داستان عروسش و دامادش و سرش رو میاد تعریف میکنه، بعد وسطا دیگه اعصابش خراب میشه، شروع میکنه بعد بیرا گفتم ما خیلی هاشو وجه نمیشیم چی میشه، بعد برای ما ترجمه زیرنویس هم میده. خیلی بال. بیمارستان آریا، بیمارستان خصوصی قدیم رشته. رشت فکر کنم 6 تا یا 4 تا 6 تا بیمارستان خصوصی داره. یکیش آریا، بیمارستان قائم، بیمارستان پارس، بیمارستان گیل گرساره، این بیمارستان فامیلی و زایشگاه بود فعلا تعطیله، یه دونم توتونکاران بود کلا جمع شده مثل اینکه یه بیمارستان خصوصی نمیدونم، فکر نکنم باشه. این آریا از همشون قدیمی تره، اونایی که تعطیل شدن نمیدونم، اونایی که جدید من نام بردم این از همشون قدیمی تره. من یادمه بچیک بودیم یارو میومد میگم من میخوام برم بیمارستان آریا عملی کنم، از مازندران میومد اینجا. اینور مثل که راه داره بلوار دیلمان و گلستان، من تا الان خودم اینوری نرفتم. این چرا گفتم دادن یه قیمت نشیم ما در بریم. دیدیم میوزه 20 تومن میری اونجا یه جاش نوشته نیم، یه نیم ریز نوشته میشه نیم کیلو 20 تومن. یا مثلا سیر اونجا سیبزمینی پوسیده است اینا 20 تومن، اونا 100 تومن. از این ترفنده هممون یه بار گول خوردیم همچین چیزایی دیدیم، بعد دیگه مثلا کنار جاده یارو تابلو داده وای نیست تبلیغات منفی. الان دیروز ما ماسوله بودیم، دوستان اعتراض میکنن که شمالیا بی‌انصافن گرون میدن. ما میریم ماسوله دیزی 400,000 تومان بود. الان شما اینجا دیزی سرای دوران برو میدون جهاد، خوشمزه ترین دیزی عمرتو بخور، واقعا خوشمزه است. میدون جهاد دیزی سرای دوران، گوگل هم میزنین بهتون میاد. اگه خواستین دیزی بخورین من اینجا رو واقعا بهتون پیشنهاد میکنم، نزدیک خونمونه، شاید بالای 50 بارم رفتیم. واقعا مشتی یکم 260 تا 280 تا با مخلفات مثلا ترشی و سبزی خوردن و پیاز و نون سنگک دوغش فکر کنم هزینه‌اش جداست. اونجا 400,000 تومان مثلا یارو نمیبینیم من میگه تو ایشی یعنی مال اینجایی مال تو 200 تومان، نه خیلی از خبر نیست. برای همه 400 تومانه، درسته 400 تومان هم بی انصافیه ولی برای همه است، برای همه است. مثلا من ولاگ این میدون فرزانه است سمت چپ، میدون رو دارست سمت چپ میره انزل چیز میدون جانبازان و بلوار خرمشهر. این برم که
میره گلسار و مستقیم میدون گلسار. چی بود؟ بلواری بود یاد گلباغ نماز. گلباغ نماز این برم میره تو گلسار، بلوار دیلمان. ما مستقیم میریم خونه. داشتم میگفتم اون بلاگ برفی ماسوله برفی ما دیدیم، به خدا نیمرو با یه چایی شد 200,000 تومان. اسفند ماه پارسال بود. همون بود یا بهمن؟ بهمن بود. تو ماسوله نگاه کن، توش توضیح هم دادم، فیلمش هم براتون گذاشتم. 200,000 تومان من پول 2 تا تخم مرغ نیمرو. اون 200 تومان الان فکر کنم 300 تومان شده. ما این تورم که داریم، منظوری که جوری نیست که تو غریبه‌ای مسافری بهت اینقدر میدن، ما بومیم به ما اونقدر میدن. همونطور ورودی همونجا 50,000 تومانه، ما پلاک اون 46ه، اما میگیره 50 تومن، از تو هم میگیره 50 تومن. میگه درست گرونه، منظور بی‌انصافیه. اصلا هرچی هست سر گردن است. سر گردن است، زیر گردن است، هر جا هست. مسافرت مجانی ما نداریم. مثلا تورم دیگه، ما خودمونم میگم میریم گردش میکنیم، پول میگیریم، پول میدیم که باید همون هزینه رو بدیم. نمیگم ما بچه همجاییم اینقدر. من زیاد هرس نخور یا نه، یا شمال یا اینم در جمع باش که همه واسه همه همجایی. هم مرغ دیروز بچه ها نوشتن شده 150 تومن، تو کامنت ها نوشته بودن 170 تومن. من هفته پیش گرفتم 118,000 تومن. به خدا مرغ گرون شد. گفتم این خیابون مستقیم میره به میدون گلسار. ما تقریبا بلاگ اینجا تمومش میکنه، الکی طولانی نشه، شما اذیت نشید. ما سمت این پیر بازار تابلو زده، سوارمون نشو. گلباغ نماز و پیرباز ماسوله زده، میره به یخسازی دیگه، میدون جهاد و یخسازی. ما از این سمت میریم. امیدوارم که لذت برده باشید. توضیحات جامع و کامل ما براتون مفید باشه، تو چیزی یاد گرفته باشید. لایک و کامنت و حمایت هم فراموش نشه. به قول دوست بادام زمینی فروش بوجا شمید جانر من بمیرم. اون یادم رو براتون چیزشو در بیارم خیلی بار. انشالله ولاگ بعدی میگه آقا من کشاورز حمایت کن آقا. روزتون بخیر باشه آقا، لذت برده باشین آقا.